مسیر منزجات نشون میده که ناپدید شده. حتی کوچکترین قطعه یا نشانه از او پیدا نشده و این خیلی سخته. باور کردنش هم سخته. این لاشه در حالات بلایج قرار گرفته است که در واقع یک دشت پهناور در زیر آب است و عمقش به بیش از 900 متر میرسد. این ناحیه به داشتن جریان‌های شدید شهرت دارد و چندین گزارش از ناپدید شدن کشتی‌ها در اینجا شده است. در اتاق رادیویی صوتی گروه منطقه مورد نظر را برای هر لاشه بزرگی جستجو می‌کند و سرانجام لاشه یک کشتی بزرگ را ردیابی می‌کند. بدون شک یه چیزی هست. درسته، لاشه یک کشتی بزرگه. ما یه لاشه پیدا کردیم. اما آیا به اندازه کافی بزرگ است که بتواند کیلووات 126 متری باشد؟ رادیو صوتی چند پرتو تصویر بستر اقیانوس را ترسیم می‌کند. در محلی؟ مطمئن نیستم، دارم به این فکر می‌کنم که کشتی بدونیم شده یا نه. این تصویر نشون میده که این کشتی کامل و یکپارچه است و دونیم نشده. این کشتی در عمق 180 متری است و آنها خیلی زود متوجه یک نکته می‌شوند. به نظر می‌رسد که از هم متلاشی شدند. یه اتفاق عجیبی رو افتاده. حقیقتاً به یک لاشه در چنین عمری به یک وسیله مهم احتیاج دارند. همه چی آماده است؟ آماده است. زیر دریایی هم آماده است. زیر دریایی برایتون می‌تواند تا مدت 72 ساعت در عمق 900 متری بماند. در آن از دستگاهی که دیوکسید کربن را جذب و اکسیژن را بازیافت می‌کند استفاده شده است. آماده فرستادن. متوجه شدم که ارچه و زیر دریایی آماده حرکت هستند. بریم پایین و لاشه را شناسایی کنیم. با وجود جریان شدید در پایین، زیر دریایی آرام به سوی هدف پیش می‌رود. ولی خب داریم نزدیک میشیم. باید یه جایی این اطراف باشه. داریم نزدیک میشیم. خوب اطراف رو بگردیم. کم نزنیم. ماهی‌ها رو دنبال کن. آره، اونا رو دنبال کن. ناحیه امبرجک یکی از معتبرترین نشانه‌های برنک برای وجود لاشه کشتی است. کشتی‌های فلزی مانند آهنربا حیات را به خود جلب می‌کنند و در بستر دریای مسطح به مکان دلخواه ماهی‌ها تبدیل می‌شوند. ماهی‌های سرخو هم اومدن. داریم نزدیک میشیم. آره، داریم نزدیک میشیم. لاشه